سلام دوستان، بریم با هم دیگه این در بطری رو درست بکنیم. یکی از مشکلای هممون اینه که درای بطریمون خوشگل باشه، جینگیری باشه، با مزه باشه. خیلی کار راحتیه. اینجوری مهم نیستی که در بطریتون چه رنگیه، همه‌ش رو میتونید شبیه هم بکنید. گذاشتن و برداشتنش خیلی راحته، همونجوری که تصویر میبینیم. میتونید برش دارین، در بطری رو باز بکنید، استفاده بکنید و دوباره به همین راحتی بذارین سر جاش. وسایلی که لازم داریم یه قلاب بالا، نخچین، قیچی، هرچی و کاموای مورد نظرتون. بریم با هم دیگه درستش کنیم. خب اولین کاری که میکنیم مثل همیشه یه حلقه جادویی میزنیم. توی این حلقه خب اولیش رو مثل همیشه بازم 3 زنجیره میزنیم که میشه یه دونه پایه بلند. توی این زنجیره 12 پایه بلند باید باشه که با اون ریزه در از حساب بکنیم، با اون زنجیره حساب بکنیم 11 پایه بلند باید بزنیم. این میشه رج اولتون. به سر رج که رسیدیم بست میزنیم به اولین زنجیره و رج رو تموم میکنیم. حالا برای رج بعدی 3 زنجیره میزنیم، رج رو شروع میکنیم. تنها نکته‌ای که این رج داره، روی هر پایه بلند رج قبلی 2 پایه بلند میزنیم. اولین رج 12 پایه بلند بود. بعد از تموم شدن این رج ما باید 24 پایه بلند داشته باشیم. روی هر یه دونه پایه بلند قبلی 2 پایه بلند میزنیم. روی گندمکش دیگه طبق آموزش‌های قبلی که دیدین و بلدین به این صورت. خب رج دوم و سوم شبیه همه، یعنی رج بعدی رو هم شما روی هر پایه بلند رج قبلی 2 پایه بلند باید میبافتین که در انتهای رج سوم ما 48 پایه بلند داریم. حالا برای رج 4 و 5 روی هر یه دونه پایه بلند قبلی 1 دونه پایه بلند میزنیم. ما به 5 رج کلا احتیاج داریم. رج اولو که براتون توضیح دادم، 2 رج بعدی 2 برابرش میکنیم. روی هر یه دونه پایه بلند 2 پایه بلند زدیم. حالا 4 و 5 رو روی هر یه دونه 1 دونه پایه بلند میزنیم. روی هر یه دونه پایه بلند قبلی 1 دونه میزنیم. الان دقت بکنیم ببینید خود به خود گرد شد و ما جمعاً 5 رج داریم. حالا برای رج بعدی 3 زنجیره میزنیم که میشه 1 دونه پایه بلند. علاوه بر اون 2 زنجیره میزنیم که بتونیم 2 پایه بلند رد بکنیم و داخل پایه بلند سوم 1 دونه پایه بلند بزنیم. دوباره 2 زنجیره، 2 پایه بلند رد میکنیم. پایه بلند سومی رو روش 1 دونه پایه بلند میزنیم. تا انتها همین رو ادامه میدیم تا بتونیم نخی که برای دور کار بود و از توی این حفره ها رد بکنیم. به انتهای رج که میرسیم به 3مین زنجیره بست میزنیم و تموم میکنیم رجمون رو. برای اینکه اون کنگره های دورش رو بزنیم داخل اولین حفره 1 دونه پایه کوتاه میزنیم و شروع میکنیم به پایه بلند زدن. 1 2 3 پایه بلند میزنیم. 1 دونه پایه کوتاه. دوباره توی بعدی 1 دونه پایه کوتاه، 3 پایه بلند، 1 دونه پایه کوتاه توی همون حفره. اینجوری اون کنگره های دورش هم درست میشه. تا انتها همینو ادامه میدیم. خب کارمون به این صورت شد، انتهای کارمون. حالا برای بندش یه مقدار زنجیره میزنیم. شما میتونین مثلا بگین 2 وجب همین شکلی بر خودتون اندازه بزنین، یا اینکه میتونیم یه کاری بکنیم که این اندازه دقیقاً اندازه دورش در بیاد که الان توی ادامه بهتون میگم. کار ساده ای هم هست. از یکی از این حفره ها رد میکنین و همزمان با اینکه دارین یکی در میون ازش رد میکنین اضافهش رو میبافین، یا اینکه میتونین همین شکلی که من دارم میبافم یه مقداری زنجیره بزنین، یه خط در میون که نه، یکی در میون
به ازش رد بکنین و گره بزنین. ببینید این کارم میتونین انجام بدین. یه مقداری که زنجیره زدین معمولا از سر این شیارش اینجوری میاریم بیرون، چون یکی در میون باید بیاریم بیرون دیگه، از یکی میاریم بیرون، از زیر از رو رد میکنیم. به این صورت ردش میکنیم. ببینین چقدر دیگه لازم داره که به انتها برسه، بعد از اون سر بهش اضافه میکنین. توی تصویر کاملا مشخصه که چه کاری دارم انجام میدم. اصلا کار پیچیده ای نیست. اگر هم دیدین براتون این کار پیچیده است، همون 2 وجب زنجیره بزنین و ازش رد بکنید. دیدین به اونجا که رسیدم نخم کم اومد، زنجیرم کم اومد. حالا میام از این ور زنجیره میزنم، بلندترش میکنم و میتونم از اون طرف ادامش بدم. این برای اینه که حالا خیلی زیاد زنجیره نزنین، که اگرم زیاد زنجیره بزنین اتفاق خاصی نمیفته. میتونین یه پاپیون خوشگل بکنین، حالا نختون بلندتر میشه، یا اینکه بشکافینش دوباره زنجیره کوچیک‌تری ببافین. اینا رو خیلی مسئله خاصی نیست، خودتون رو درگیر این چیزا نکنین. از این بر میتونین بکشینش و دوباره ازش رد بکنید. انقدر ادامه میدیم تا اندازه مورد نظرمون بشه. اندازه مورد نظرمون که رسیدیم نخو قیچی میکنیم، گره میزنیم. دوستان این اندازه، این دری که بافتیم برای همه بطری ها کاربردی، معمولا درای این مدل شیشه ها همه اندازه همه. استثناء وجود داره ولی میتونیم با همین روش این کار رو انجام بدیم. این هم از اتمام کار کاربردیمون. خیلی جینگیلی میشه بچه‌ها وقتی همه درای بطریاتون رو این شکلی بکنین. به سلیقه خودتون رنگی رنگی بکنین یا رنگ تک رنگ رو انتخاب بکنین براش. خیلی خوشگل میشه توی کابینتاتون، توی یخچالاتون. فقط به یه چیزی دقت بکنین، اون 3 رج اولیه روی بطریتون قرار میگیره، 2 رج بعدی که هیچی بهش اضافه نکردیم کنار بطریتون. خوشحال میشم اگه این آموزشم دوست داشتین کانال رو سابسکرایب کنیم تا با آموزش‌های بعدی همراه هم دیگه باشیم. خدا نگهدار.